ببین پروردگار در چندین جای قرآن آشکار و واضح میگوید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد، یعنی نفقه میکند، زکات میدهد و صدقه میدهد. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد؟ در دوام میگه که فیضاعفه له، پروردگار 10 چندی بیشتر از اون برمیگرداند را، یعنی در دنیا برمیگرداند. پس ندانستن همین تعلیمات قرآنی یک از عامل‌های خصیصی انسان میشه. فکر میکنه که همین مثلا اگر 1000 سامان داشته باشد، اگر نفقه کرد این کم میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که مال مؤمن صدقه کم نمیشه، فقط انفاق کن نتیجهش انتظار شو. شما یک خرما در دستتون دارید، اگر نصف همین رو 2 نصف کردین و یک نصفش به یک برادر و به یک خواهر دادی، صدقه میشه. از آتش جهنم به سبب همین نصف خرما نجات میابی. پس این ازادی ترین عمل یک اندکی که خدا را خوشحال میسازد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که شما از نفقه کردن نترسید. برای این به فقیر امر میکنه تو صدقه کن. اونی که صاحب عرش است تو رو دیده ایستاده است، تو از فقر و تنگدستی و کمبغلی نترس. سبب فقیری تو هم صدقه نکردنت است، انفاق نکردن. ببین پروردگار در چندین جای قرآن آشکار و واضح میگوید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد، یعنی نفقه میکند، زکات میدهد و صدقه میدهد. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد؟ در دوام میگه که فیضاعفه له، پروردگار 10 چندی بیشتر از اون برمیگرداند را، یعنی در دنیا برمیگرداند. پس ندانستن همین تعلیمات قرآنی یک از عامل‌های خصیصی انسان میشه. فکر میکنه که همین مثلا اگر 1000 سامان داشته باشد، اگر نفقه کرد این کم میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که مال مؤمن صدقه کم نمیشه، فقط انفاق کن نتیجهش انتظار شو. شما یک خرما در دستتون دارید، اگر نصف همین رو 2 نصف کردین و یک نصفش به یک برادر و به یک خواهر دادی، صدقه میشه. از آتش جهنم به سبب همین نصف خرما نجات میابی. پس این ازادی ترین عمل یک اندکی که خدا را خوشحال میسازد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که شما از نفقه کردن نترسید. برای این به فقیر امر میکنه تو صدقه کن. اونی که صاحب عرش است تو رو دیده ایستاده است، تو از فقر و تنگدستی و کمبغلی نترس. سبب فقیری تو هم صدقه نکردنت است، انفاق نکردن.